سوال کرد بسیار مهمی چی است؟ گاهی وقتا اینجا خونریزی پیدا میکنیم. این مسئله است که بنداش بسته میشه. اینجا خونریزی پیدا میکنیم، در پای خونریزی پیدا میکنیم. یعنی در این ساحاتی که گاز چیز بسته میشود مشکل نیست. مگر ساحاتی که بسیار وخیم است او بسیار مهم است. یک نفر در اینجا خونریزی پیدا میکنه. این سان خونریزی پیدا میکنه، این سان شما بنداش چقدر بسته میکنید در پاسمان چی رقم انجام میدید تا اون خونریزیش باید استفاده کنید. مثلا من این چی را باش چیز میکنم فکر کنید این خون است مستقیم دائما مستقیم می اول اگر خونریزی دیگه زیاد بود از حد زیاد بود رگ اگر زده بودیم رگ این چشم رگ نداره اگر رگ زده بود رگ اطلاق میکنیم تا خونریزی زیاد نشه بازم نبود اگر خونریزی بسیار عادی بود شما این کمپرس میکنید چه قسم کمپرس یعنی فشار میدیم قسم فشار میدیم تا او چی شود خونریزی استاپ شود اگر خورد زیر فشار بیاد خونریزی استاپ کنه این یک رو امی است که باید چی کنیم استاپ گاب اول و بسیار مهم که شما در کارهای عاجل و مهم در پاسمان میخوانید اینی گاب است که شما رو روز سوار کمپرس بدید چی بدید؟ کمپرس فشار بدید این بسیار گاب مهم است کم مفهومید در بدن بنداژ این رقم بدید باز میکنی از این رقم استفاده میکنی سراس این رقم استفاده سعی کنید این قسم بسته شد این سوار خلاص داریم پایدون با سرافلی پایدون سر بیاد چی ازای روبینشی ازای بالش نخواست آن صحیح دیگر سعی کنیم ما کجا رو بالا بکنیم یک پرستار هم باز میتونیم بزنیم این پرستار هم سعی کنیم زخم این رفا میدین نشانه این اسمان هم بود این رو بسته بسر شد دیگر سعی کنیم بیشی مثلا یک نفر اینجا خونیزی دارم صحیح خونریزی رو ما چه قسم استفاده میکنم خونریزی چه قسم استفاده ما این چیزا رو ضرورت داره مگه اونجا کمپرس هم ضرورت است کمپرس بنداژ کلان نیست اون ضرورت است صحیح کنید یک قسم اینی صاحب خونریزی است چرا خونریزی از کدام میاد اینجا ما دو رگ داریم یک به نام جوگولار وین میگه یکی به نام کاروتید آرتری در دو بیرونی که استشن کنیم جوگولار وین و کاروتید آرتری در دیر مهم و کاروتید آرتری خود دیر مهم بسیار چیز مهم است که کاروتید آرتری شریان مهم است که به سر خون میبره اگر او خونریزی بیشتر شد زیاد شد او را باز مشکل پیدا میکنه که انسان به چند دقیقه خون به مغزش نرسید از بین میره شما چی میکنید خونریزیش کمپرس میکنید قسم یه چه قسم بسته میکنید قسم بسته مشکل است که گردنش بسته کنه اگر بسته کنه که این تنفس چی میشه بند میشه این تو هم میتونه شما بسته کنید صحیح کنید صحیح کنید متوجه هستید دا گویا ډیر مهم ځای ده ښه ډیر او دا بنداژ سمال ده څو رقمه ده یو لارج ده بل میډیم ده او بل سمال ده صحیح دا یو میډیم ده صحیح داسې بسته کولی شو دا ډېر پر خپل بنداژونه دي خپل بنداژونه دي داسې بنده کوي ورته دغه څه هم کېږي خپې باندې هم کولی شو بسته کړو ډېره ښه ده بسته نه لګو Good. طالع خم مثال باقي خونریزی پیدا شد دلتا پیدا شد صحیح دلتا خون پیدا شد بعد بستاکو مثلا بسیار آسمانی عادی میتونید یعنی ساحات که بسیار مهم است
نمایی تر پاسمان بدیم یک چیزی او ایده آوردیم ایده باز کنیم چند کنم بدیم اگر سر نخون پیش گفتم اگر اینجا خونریزی پیدا شد اینجا پیدا شد اینجا پیدا شد سوال کرد دادی که بسیار مهم است حالت بیمونی صحیح صحیح این رو باز پرپا کنم اینجا بود که بندر بسته نمیشه نه؟ بسته بسته باز نه استاد گوره و ببسی دور هم کم کرد میشه ولی یا ولی من نمی‌دونم این بندر داشته تا صافو ولی بس تلفن من گوش کنید که سر کماندار میگه بخیر که هم دارم بندر لو بندر پر موتور نه خیر نه تاول شيء مشكله نشته خدای دې سپیکل چې مریض ډوډۍ وخوري غذا استفاده کړي به دا خېټه دی یا هغه بیرته مشکلات پیدا کوي هغه بیرته خلاصي سستی کیږي ولې نه کیږي خو داسې ځای وي مثلا چې هغه موږ شته کوي مثلا زه همدا غذا هم دې تاسو کوم خېټه په پاتې ورکې ګوره دې شته خبر سي خدای رقم انګلیسي من داشته وګورئ تاسو دا باید شو کوی داس فکر مو دې چیک کوم هغه په پټه پټه ورچې اول ځلې چې د کوټ څخه د مریض شي یار شاو قبل فوندا وکنه او استاش ای سر شو صحیح لګي وسی نور ما کوي دا کړل هغه ورکړي کال کوي ولا کال کوي هغه ویډیو کې ورا وره صحیح بل ته وره اکثر بی کی باشه اکثر صحیح شد کار نکن دخترها ولی که باز کار چیز صحیح و دیگه عکسونه مو واخله دا ټول بیا کوم صحیح کوم الاكثر قد يجي خو صحيح اكثر دي نظام من كل بيشتغل فيديو خلاص